سلام و عرض ادب. علی هستم از تیم کی فایننس. امیدوارم حال دل شما دوستان خوب من عالی باشه. به جلسه سوم از پلیلیست مارکت پدیا خوش اومدید. تو این جلسه قراره در مورد اشتغال صحبت بکنیم. توی جلسات گذشته در مورد تولید ناخالص داخلی صحبت کردیم و در جلسه گذشته هم در مورد تورم صحبت کردیم و اساساً گفتیم که مارکت پدیا تلفیقی هست از آموزش مفاهیمی که در بازار با اونها کار داریم و زبان تخصصی که اگر قرار باشه تو این بازارها به صورت مستمر پیشرفت بکنیم و خودمون رو به روز نگه داریم، نیازی که زبان تخصصی رو تا حدودی باهاش آشنا باشیم. من سعی میکنم که از پایه‌ترین مطالب شروع بکنم، خیلی مطالب رو ساده بیان بکنم و کم کم که بریم جلوتر درس ها هم سخت‌تر میشن و هم کاربردی تر میشن و خیلی از اوقاتی که تا الان با هم کار کردیم تو درس های گذشته قبلا در واقع تو دوره‌های مختلفی که توی یوتیوب برگزار کردیم باهاشون برخورد داشتیم، درماشون توضیح دادیم، برای همین شاید براتون خیلی راحت باشه. ولی به طور کلی هر چقدر درس‌ها بره جلوتر، شاخص‌های بیشتری رو تدریس بکنیم، متوجه میشید که در واقع چه بخش‌هایی رو توش ضعیف هستید و میتونید خودتون رو تقویت بکنید. خب امروز قرار در مورد اشتغال صحبت بکنیم و اشتغال یعنی ایمپلویمنت، لغتش رو دارید میبینید و همونطور که میدونید هفته اول هر ماه ما یک سری دیتا در مورد اشتغال داریم، مثل نرخ بیکاری، مثل NFP، مثل نرخ مشارکت و میاد و جزء دیتاهایی که در واقع خیلی تاثیرگذار رو روند بازارها و تصمیماتی که فدرال رزرو میگیره، مخصوصا در سال 2024 که فدرال رزرو گفتش برای اینکه ما بتونیم از یه جایی به بعد تورم رو کاهش بدیم نیازه که کمی هم اشتغال ضعیف بشه، نرخ بیکارمون بره بالای 4% و برای همین من گفتم امسال بیشتر تمرکز ها میره سمت داده های اشتغال و ضعف در این داده ها میتونه خبر خوبی برای مارکت های ریسکی باشه، البته تا حدود معینی. مثلا اگر بالای 4.2% بره و دیتا خیلی ضعیف منتشر بشن، همزمان دیتاهای تولیدی و بخش مسکن هم ضعیف ظاهر بشن، دیتاهای سنتیمنتی هم ضعیف باشن، اون وقت میتونیم شاهد این باشیم که یک سری بازارها مثل بازار در واقع بورس آمریکا دچار مشکل بشه و بترسه، بخاطر که انتظار داره که در واقع درآمدزایی‌هاشون بدتر بشه و از اونجا بازار سهام هم میتونه نزول بکنه. خب بریم سراغ اشتغال. نکته‌ای که داره و بسیار مهمه و اگر یادتون باشه من تو دوره کلان هم اشاره کردم، دیتاهای میاد تو یک روز دقیقاً ولی نظرسنجیشون، سرویشون با هم متفاوته. خب و میخوایم در مورد این صحبت بکنیم. به طور کلی همه دیتاهایی که تو یک روز منتشر میشه مثل نرخ بیکاری، مثل NFP، اینها روشون میگن situation report، employment situation report، یعنی گزارش شرایط اشتغال. همه این دیتاها خب شامل NFP میشه، نان فارم پیرول، یعنی در واقع تعداد شغل‌ها ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی. چرا میگن نان فارم؟ یعنی بخش غیر کشاورزی چون فصلیه و ممکنه نوسان داشته باشه کلا حذف میکنن. خب نرخ بیکاری، اینکه چقدر تعداد افراد نسبت به نیروی کار دارن دنبال شغل میگردن، در واقع فعالانه دنبال شغل میگردن، نرخ بیکاری تشکیل میده. نرخ مشارکت که حالا در مورد اینا همش رو صحبت میکنیم. پس نکته بسیار مهم اینه که همه دیتاهایی که در هفته اول هر ماه منتشر میشه و ما تحت عنوان نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، NFP، میانگین درآمد ساعتی، تعداد ساعتایی که کار میکنن، همه این داده‌هایی که منتشر میشه و معمولا رنگ قرمز رو هم تو تقویم ها داره، تحت عنوان گزارش یا ریپورت شرط اشتغال میشناسیم که بهش میگن employment situation report که اینم مهمه. خب و میخواد این گزارش ببینه که چه تعداد آدم دارن الان کار میکنن. work یعنی کار کردن. چه تعداد آدم دنبال کار میگردن. looking for یعنی دنبال کردن، جستجو میکنن برای کار. و چه تعداد آدم دارن اصلا پول در واقع حقوق میگیرن، getting paid، در حال دریافت در واقع حقوق هستن.
و اصلا درآمدشون چقدره، درآمدها داره رشد پیدا میکنه یا خیر. و همونطور که گفتم خود گزارش در واقع شرط اشتغال employment situation که من اینو بولدش کنم اینجا داشته باشیم، شامل 2 نظرسنجیه. سروی یعنی نظرسنجی، یکی استابلیشمنت سرویه. اگر بخوایم استابلیشمنت رو به تنهایی ترجمه کنیم چیز جالبی نمیشه اینجا، منظور همون نظرسنجی اشتغاله. خب که دیتاهای NFP، میانگین درآمد ساعتی، تعداد ساعتایی که دارن کار میکنن، همه توی از دل این سروی میان بیرون، از دل این نظرسنجی که میان بیرون. و در مقابل نظرسنجی دیگه داریم تحت عنوان Survey of Household. Household هم توی جلسه قبل کار کردیم، خانوار، نظرسنجی خانوار که دیتاهای مربوط به نرخ بیکاری، دیتاهای مربوط به نرخ مشارکت و خیلی از دیتاهای دیگه هم منتشر میشه. نوع نظرسنجی ها متفاوته، برای همینه که بعضی هفته ها دیتاهایی میاد مثلا NFP خیلی بالا منتشر میشه، مثلا 500,000 تا، ولی نرخ بیکاری هم بالا رفته. یعنی بعد به خود میگه که تعداد شغلا که داره میره بالا، پس چرا نرخ بیکاری هم داره میره بالا؟ چون نظرسنجیشون متفاوته. خب گاهن NFP رفته بالا، نرخ بیکاری هم رفته بالا. خب دوتا که با هم نمیخونن، تو یه روز دارن منتشر میشن. تفاوت همینه که شما الان باید بدونید که این دو تا دیتا از 2 نظرسنجی کاملا متفاوت میاد و این خیلی مهمه. یعنی مثلا NFP رفته بالا، احتمالاً چرا رفته بالا؟ چون تو NFP میان تعداد مشاغل رو در نظر میگیرن. خب یعنی مثلا ممکنه یه نفر چند تا شغل داشته باشه، هر چند تا شغلش حساب میکنن. مثلا من همزمان توی شرکت کار میکنم، زورا توی جای دیگه کار میکنم، 2 تا شغل دارم، تو NFP 2 تا حساب میشه. اوکی؟ و برای همینه که بعضی وقتا دیتاها میاد NFP بالاه، نرخ بیکاری عدد بالایی داره نشون میده، بعد نگاه میکنید به دیتاها میگی که NFP بالاه و بازارم معمولا اول کار میره NFP رو قیمت گذاری میکنه و اگر NFP خیلی خوب باشه دلار تقویت میشه معمولا تو شرایط فعلی. و نکته که وجود داره این هستش که وقتی میری ریز دیتاها رو از اداره آمار کار، خب گفتیم سایت BLS که مخفف در واقع بیرو لیبر استاتیکس یا اداره آمار کار آمریکا هستش، در میاری متوجه میشی که در واقع تعداد شغل رفته بالا، ولی شغل های چه نوع شغلی؟ شغل هایی که فول تایم بودن، یعنی تمام وقت بودن. خب شغلی که فول تایم باشه در واقع کیفیت بالاتری داره، یا در واقع تعداد شغل های پارت تایم رفته بالا که نشون میده مثلا مالتی جاب هولدرها تعدادشون رفته بالا که چند تا شغل دارن، که نشون میده مثلا کیفیت شغل زیاد بالا نبوده. درسته NF بالا منتشر شده ولی داره نشون میده که در واقع فول تایم ها دارن کم میشن، ولی NF مالتی که چند شغل داشتن رفته بالا. و اینجا متوجه میشه که آره بازار داره هیجانی قیمت گذاری میکنه و احتمالا بازار برگرده وقتی که نرخ در واقع بیکاری هم بالا منتشر بشه و آنچنان کیفیت خوبی نداشته باشه دیتاهای کلی. حالا اینکه ما از کجا متوجه بشیم بستگی به دیتاهای هر ماه داره و شما همیشه بهتون گفتم، بهتونم یاد دادم تو دوره تحلیل داده‌های اقتصادی توی اقتصاد کلان که در واقع به گزارش ها دقت بکنید. همه چیز تو تقویم نیست و شما باید خودتون هم پیگیر این سایت ها باشید. خب عرضم به حضورتون که چند تا اصطلاح هم با هم کار بکنیم که خیلی مهمه. نان فارم پیرول بهتون گفتم، اینجا اومده فول اند پارت تایم. فول ببینید هر دو رو حساب میکنه. تو نان فارم پیرول میگه که در واقع بیان کننده تعداد شغل هایی که به وجود میاد. اوکی؟ یعنی حالا اینجا اشتباه گفته، یعنی مثلا من 3 تا شغل دارم، تو NFP 3 بار اضافه شده، یعنی 3 تا عدد اضافه میشه. من اگر 1 شغل دارم، فقط معلمم، فقط توی شرکت کار میکنم فول تایم، در واقع 1 بار حساب میشه. این خیلی مهمه. نرخ در واقع بیکاری در واقع داره نشون میده درصد افرادی که unemployed یعنی کسایی که شغل ندارن ولی دنبال شغل میگردن. خوب دقت کنید، 1 شغل ندارن، 2 دنبال شغل میگردن، به صورت فعالانه دنبال شغل میگردن، نه اینکه مثلا رفته از بازار کار کاملا بیرون. تو بازار کار هست لیبر فورس، یعنی نیروی کار، یعنی کسایی که شغل دارن و کسایی که فعالانه دنبال شغل میگردن و شغل ندارن. یعنی
کسایی که شغل دارن. الان مثلا من معلمم، تو لیبر فورس حساب میشم. یه دانشجویی هم هست درسش تموم شده دنبال شغل میگرده، این هم توی لیبر فورس نیروی کار حساب میشه چون دنبال شغل میگرده. و در واقع لیبر فورس داره عرضه نیرو کار نشون میده، نشون میده چقدر نیرو وجود داره، که ما گفتیم که بازار کار رو هم ما باید به شکل عرضه و تقاضا ببینیم. پس unemployment people یعنی افرادی که شغل ندارن ولی دنبال شغل میگردن. این خیلی مهمه، نگاه کنید. It counts only people who are actively looking for jobs، یعنی به صورت فعالانه دنبال شغل میگردن. من اینو بولد کنم براتون اینجا که ببینید. و من این قسمت رو براتون بذارم. خب average hourly earning یعنی در واقع همون میانگین درآمد ساعتی که بسیار دیتای مهمی هستش. و وقتی که میانگین درآمد ساعتی بره بالا، در واقع ما شاهد هستیم که میتونه در واقع این اثرش به تورم منجر بشه، همونجور که بعد از کرونا و اینکه میانگین رشد درآمد ساعتی رفت بالا، فدرال رزرو هم هاوکیش‌تر شد و چند مدت اخیر هم میانگین درآمد ساعتی رفت بالا، دوباره تو مسیر نزول قرار گرفته. و این میانگین درآمد ساعتی اگر خیلی بره بالا میتونه نشون دهنده این باشه که بازار کار میتونه منجر به تورم بشه و نشون میده که بازار کار همچنان داغه. و فدرال رزرو اگر میخواد بخشی از تورم که مربوط میشه به بخش خدمات، چون شما اگر شغل‌هایی که در بخش خدمات هست رو در نظر بگیرید، بیشتر در واقع با درآمد کسی که در اونجا کار میکنن در ارتباطه و برای همینه که میانگین درآمد ساعتی میتونه روی تورم بخش خدمات تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. اینم یه نکته تو ذهنتون داشته باشید. average work week که ما زیاد نمیبینیم توی دیتایی که تقویم منتشر میشه، در واقع تعداد ساعتایی که اینها به صورت هفتگی کار میکنن، ولی توی حالا تقویم مثل اینوستینگ منتشر میشه. نرخ مشارکت رو داریم اینجا، participation rate، که در واقع نشون میده که چه در واقع درصدی از مردم دارن کار میکنن یا در جستجوی کار هستن نسبت به اون کل جمعیتی که در واقع میتونن جامعه نیروی کار آمریکا رو تشکیل بدن. خب ولی از بازارم الان خارجن یه تعدادشون، یعنی جزئی از کسایی که جزئی از لیبر فورسن و میتونن جزئی باشن ولی الان واردش نشدن. خب این فرمولاشو دقیقاً توی دوره اقتصاد کلان توضیح دادیم، فقط میخوام لغتش رو یاد بگیرید. الان اگه بخوام فرمولاشو کامل براتون بیارم دوباره طولانی میشه. من فقط فعلا میخوام روی کلمات تمرکز کنیم. participation rate، average hourly earning خیلی باش کار داریم، unemployment rate خیلی باش کار داریم، non farm payroll خیلی باش کار داریم و دیتاهای اشتغال بسیار مهمه. چرا؟ چون بخشی از دوال مندیت فدرال رزرو که گفتیم فدرال رزرو دو تا وظیفه بر عهده‌شه، یک ماکسیموم اشتغاله و دو پایداری قیمت هاست. پایداری قیمت ها رو گفتیم با تورم میسنجیم و اینکه فدرال رزرو میگه هدف من اینه که تورم ما به 2% برسه. منظور تورم همون تورم PCE هستش که گفتیم در واقع تورم ترجیحی فدرال رزرو که تو جلسه قبل درمش صحبت کردیم. ماکسیموم ایمپلویمنت یا حد اکثر اشتغال رو تعریف مشخصی براش وجود نداره، ولی منظور اینه که در واقع ما الان در محدوده پتانسیل اقتصاد باشیم، در واقع GDP در محدوده پتانسیلش باشه و از اون طرف نرخ بیکاریمون نزدیک به نرخ طبیعی بیکاری باشه که این موارد کاملا توی یوتیوب بازش کردیم توی قسمت اشتغال دوره اقتصاد کلان و حتی تو بعضی از پلیلیست دیگه در مورد تحلیل GDP بالقوه صحبت کردیم، potential GDP و این موارد توضیح داده بودیم. حالا نکته که وجود داره این هستش که پس ما میدونیم الان ماکسیموم اشتغال تعریف مشخصی نداره چون رنج دادای اشتغال زیاده، ولی زمانی میگیم ماکسیموم اشتغاله که NFP بالایی داریم، از اون طرف نرخ بیکاریمون هم در واقع در محدوده نرخ طبیعی هست. یعنی ما ماکسیموم ایمپلویمنت رو با این میشناسیم که در واقع نرخ بیکاری
معادل نرخ طبیعی باشه. خب زمانی که نرخ بیکاری پایین از نرخ طبیعی باشه به اون میگه اشتغال داغه، اشتغال گرمه. وقتی اشتغال گرم باشه فدرال رزرو میخواد به یه تعادلی برسه، میگه الان تورم بالاست، چرا تورم از یه جای دیگه نمیاد؟ ما الان به هسته سخت تورم خوردیم. وقتی اشتغال داغه، وقتی اشتغال داغ باشه، وقتی عرضه و تقاضا حالا خیلی وضعیتش خوب شده و اشتغال داره سرد میشه، چون الان اگر دقت کنید نرخ بیکاری اومده 3.9 و نرخ طبیعی بیکاری در حدود 4.2، ولی حالا طول میکشه به این 4.2 برسه و اینطور هم نیست که رو دقیقاً رو 4.2 بمونه، میره بالاتر. و فدرال رزرو از همه الان ترسیده، میدونه که اگر نرخ بیکاری بره بالا این اتفاق میفته و فدرال رزرو میگه که الان شاید اوکیه، تورم در واقع در حال کاهشه، ولی اینم میدونه نباید بذاره باز هم اشتغال قوی بشه، چون اشتغال قوی باعث میشه که میانگین درآمدهای ساعتی بره بالاتر، باعث میشه که در واقع از اون طرف لوپ تورم شکل بگیره و فدرال رزرو حواسش به این نقطه هست و میخواد هر جور شده میانگین درآمد ساعتی رو به حدود 2 تا 3% برسونه و از اون طرف نرخ بیکاری هم در حدود نرخ طبیعی برسه تا وضعیت اشتغال در واقع اوکی بشه. و در این حالت هستش که ما شاهدین هستیم که یک بالانسی توی بازار کار ایجاد میشه که من در مورد شاخص‌های این حوزه زیاد صحبت کردم که آیا و از چرایی میتونیم تشخیص بدیم که عرضه و تقاضا بازار کار دچار مشکل شده. حتما توی یوتیوب توی ویدیوهامون بگردید پیدا میکنید این موضوع رو. زیاد در موردش صحبت کردم، گفتم که کار اشتغال رو هم ما به صورت یک بازار در نظر میگیریم. خب و اینجا توضیح میده که در واقع حالا ببینید کلمات مثل اسپندینگ، جی دی پی توی این متن هست، برای همین دارم میگم متن ها رو باید بخونید. رشد در واقع ویج یعنی اون دستمزد هفتگیشون، average wage growth یعنی رشد در واقع درآمدهاشون به صورت تجمیع شده، یعنی همه اون درآمدها روی هم قرار گرفته. aggregate wage growth زیاد باش کار نداره، ولی wage growth باش کار داره، یعنی رشد درآمد. خب به صورت ماهانه منتشر میشه و این نکته بسیار مهم که من همیشه هم این نکته رو براتون گفتم و گفتم حتما دقت بکنید. با دیتا یک ماه نمیشه یک روند رو در نظر گرفت. مثلا این ماه NFP بد اومده و مثلا نرخ بیکاری بد اومده، نباید بگی آقا دیگه تموم شد نرخ بیکاری آسیب میبینه. چند ماه پیش هم این اتفاق افتاد ولی دوباره برگشت. یعنی روند مهمه، باید مجموعه ای از داده ها رو به صورت پیوسته دنبال بکنی و روندش بر اساس اون روند تصمیم گیری بکنی. میبینید میگه که one month set of number doesn't constitute a trend. میگید نشون دهنده یک ترند نیست، یک روند نیست. ترند یعنی روند، یعنی اگه بخوام انگلیسیش بگیم میشه ترند که اینجا دارید میبینید. خب و حالا میاد میگه که این گزارش اشتغال که منتشر میشه چه بر اساسش تصمیم گیری بکنیم. میگه که حالا اینجا کلی گفته، ولی گفتم همیشه شرط اقتصاد رو باید بسنجیم که الان ما کجای سیکل اقتصادی هستیم، ولی به طور کلی اومده گفته که برای همین گفته جنرال اسپیکینگ زمان ایمپلویمنت سیچویشن هر جا شنیدید یعنی همون گزارش در واقع استابلیشمنت به همراه هاوسهولد، یعنی همه داده هایی که روز هفته اول هر ماه منتشر میشه و توی یک روز منتشر میشه، شامل NFP، شامل نرخ بیکاری، شامل نرخ مشارکت، همه اینها منتشر میشه. زمانی که میگه مثلا شرط اقتصاد پوزیتیو یعنی چی؟ یعنی NFP داره رشد پیدا میکنه، نرخ بیکاری داره کاهش پیدا میکنه. این میتونه در واقع شرط مثبتی باشه برای دلار آمریکا رو تقویت بکنه. و از اون طرف اگر مثلا ایمپلویمنت سیچویشن نگاتیو باشه، یعنی منفی باشه، یعنی NFP داره کاهش پیدا میکنه، نرخ بیکاری کاهش پیدا میکنه، این باعث میشه دلار هم ضعیف بشه. ما الان توی گزارش آخری که منتشر شده همین اتفاق افتاد و بازار کار چون ضعیف شد انتظارات از نرخ بهره هم کاهش پیدا کرد، مخصوصا انتظارات نرخ بهره بازار. فدرال رزرو که 3 مرتبه بود، بازار تا 1 مرحله هم رفت ولی بعد تا 2 مرحله اومد و نشون میده که بازار هم دوباره به سمت فدرال رزرو داره میره که همون 3 مرتبه بوده. هرچند که باید روند دیتا ها رو بررسی کرد و با یک دیتا نمیشه کلیات مارکت رو تحلیل کرد،
ولی کسایی که با یک دیتا و به صورت کوتاه مدت دارن در واقع معامله میکنن بعد در نظر بگیرن که الان در کجای سیکل اقتصادی قرار داریم. ممکنه یه جا مثلا دیتا خیلی هم خوب بیاد ولی مثلا دلار اونقدر قوی نشه. شرایط رو باید بسنجیم اونجایی که سیکل اقتصادی قرار داره، اون نقطه‌ای که الان قرار داریم که بسیار اهمیت داره. اینجا هم گفته که در واقع جمعه در واقع اول از هر ماه این دیتا رو اداره آمار کار آمریکا منتشر میکنه. دیتای بسیار مهمیه در کنار دیتای تورم و میتونه در واقع به بازار روند بده و باعث بشه که بازارها تکون اساسی بخورن. خب لغتاشو با هم کار کردیم. من فعلا فقط خواستم این نکات رو داشته باشید و نکته‌ای که میخوام تو پس ذهنتون همیشه باشه، اگر دیتا ها با هم خواهید داشت، منظور دیتا NFP و دیتا نرخ بیکاری تو ذهنتون باشه. آقا این کلا اسمش گزارش شرط اشتغاله ولی نظرسنجی هاشون با هم متفاوته، نوع نظرسنجیشون با هم متفاوته که حالا این نظرسنجی چه تفاوتی با هم داره دو تا بحث کاملا تخصصیه. شما در حد اینقدر که بدونید که نظرسنجی هاشون فرق میکنه براتون کفایت میکنه که دیتاهای مربوط به میانگین درآمد ساعتی، دیتاهای مربوط به تعداد ساعت‌های که هفتگی دارن کار میکنن، تعداد شغل‌هایی که اجرا شده، منظورم NFP و همه اینها توی گزارش توی نظرسنجی استبلیشمنت سروی و نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و دیتاهای دیگه داخل در واقع سروی آف هاوسهولد قرار میگیرن و از این جهت میتونن با همدیگه سه تفاوت‌ها داشته باشن و نباید بگی نه دیتا دارن اشتباه منتشر میشن. درسته، نوع نظرسنجی متفاوتی که باید بشه اینا کمی متفاوت باشن. خب همونطور که گفتم مارکت پدیا تلفیقی از خود مفاهیم بازاره در کنار در واقع لغت هاست که باید باش در واقع تمرینشون بکنی که بتونه بهتون کمک بکنه. تو جلسات بعدی ما میریم سراغ سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و در ادامه شاخص‌های مهمتر با هم بررسی می‌کنیم. همه این لغت‌های تکرار میشه و خواهشی که دارم حتما درس‌ها رو سر موقع بخونید، تمرین‌ها رو انجام بدید. اینها رو اگر میتونید پرینت بگیرید، لغاتی که میگیم رو اینجا یادداشت بکنید، نذاری روی هم تلمبار بشه، چون درس‌ها همینطور که بره جلوتر سخت‌تر میشه و از یه جای به بعد در واقع مرور کردنشون هم کار سختیه. ولی الان اگر هفتگی مرور رو انجام بدید میتونه در حافظه بلند مدتتون هم تثبیت بشه و خیلی از این ترمینالایی که حالا ما داریم معرفی هم میکنیم و خیلی از سایتایی که داریم معرفی میکنیم در واقع اگر برید متن‌هاشون رو نگاه بکنید، حالا نیازی زیاد زبان عمومی هم خوب باشه، یه حدی رو بلد باشی کافیه، ولی زبان تخصصی لغت‌ها زیاد استفاده میشه که من بولد کردم و باید بدونید یه ذره باید بلد باشی در موردشون که در واقع باعث بشه که فهم درستی از اتفاقاتی که تو مارکت میفته داشته باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.